درود به همه شما همراهان بی نهایت عزیز و بسیار ارجمند. این هرگیزها رو هرگز از یاد نبرید. هرگز در موقعیتی که خود در آن نبوده کسی را قضاوت نکنه. هرگز تحت کنترل و تأثیر سه چیز قرار نگیر: گذشته، پول و مردم. هرگز سه چیز را فدای هیچ چیز نکن: احساس، صداقت و خانواده. هرگز برای خالی کردن خودت دیگری را لبریز نکن. هرگز هیچ حادثه اداره و یا سازمانی را در آن اداره یا سازمان برای کسی تحلیل نکن. هرگز در یک زمان دنبال دو خرگوش نرو. هرگز برای سنجش عمق یک رودخانه با هر دو پا وارد نشو. هرگز فرصت کم را با سرعت زیاد جبران نکن. هرگز با مشتی گره کرده نمیتوان به کسی دست داد. هرگز با انگشت کثیف به عیب دیگران اشاره نکن. هرگز در حضور نفر سوم کسی را نصیحت نکن. هرگز بدون اطلاع قبلی به خانه یا محل کاری کسی نرو. هرگز برای کودکان اسباب بازی جنگی هدیه نبر. هرگز دریای آرام از کسی ناخدای قهار نمی سازد. هرگز نگذار آگاهی از عیبهای تو را بترساند. هرگز نگران امروز مشکل فردا را حل نمی کند، فقط شادی امروزت را از بین می برد. هرگز تا پایان انجام کار از موفقیت در مورد آن با هیچ کس صحبت نکن. هرگز در مورد همسر کسی چی مثبت و چی منفی اظهار نظر نکن. هرگز با انسان‌های بی‌حیا بحث و جدل نکن، چون او چیزی برای از دست دادن ندارد و فقط تو را ضایع می‌کند. هرگز 3 نفر را در زندگی فراموش نکن: کسی که در سختی‌ها رهایت کرد، کسی که در سختی‌ها یاریت کرد، کسی که در سختی‌ها گرفتار ترت کرد. هرگز از کسی که همواره با تو موافق است چیزی یاد نمیگیری. هرگز به دختری که 2 بار قاطعانه به تو جواب رد داد امید ازدواج موفق نداشته باش. هرگز به پسری که میگوید با من باش تا ببینیم چی میشود امید ازدواج موفق نداشته باش. هرگز به پسری که میگوید مادرم با تو مخالف است امید ازدواج موفق نداشته باش. هرگز از کسی بد نساز، زیرا کوچکترین خطای او بزرگترین آسیب را بر روح ما وارد خواهد کرد. هرگز به جعبه ابزار دینی خودت نمیتوانی انسان دیگری را با دین دیگری متقاعد کنی مگر با جعبه ابزار دینی خودش. هرگز از پیش به یک گاو، از عقب به یک خر و از هیچ طرفی به یک احمق نزدیک نشوید. برای مسیر زندگی خود از این هرگزها همیشه استفاده برید. با خیرت بمانید تا بهترین ها را بخوانید.